رایدر با هم دستات بیاید بیرون، ما انبار موادتون رو پیدا کردیم. اینجا دیگه چه جهنمیه؟ اینجا نوشته این زندانی که ما توش هستیم که از امنیتی ترین زندانهای منطقه است. بچه‌ها من یکی رو پیدا کردم که میگه میتونه کمکمون کنه. اسمش میکائیله. من عدسی میخوام. چقدر خوبه که حق انتخاب داریم. آره بابا، بهتون که گفته بودم اینجا مثل هتله، هر چی میخوای انتخاب کن. برو جلو، نوبتت شد. سلام، خسته نباشید. من یه همبرگر موسوس کچاپ میخواستم. بیا اینو بخور. کریم بخوریش. حاجی گفتم هتله، ولی از این یه ستاره هاست. فقط باید بین آش و عدسی انتخاب کنی. واقعا مسخره است. من نه آش دوست دارم نه عدسی. خب اگه دوست نداری پیشنهاد سرآشپزم هاتداگه. میخوای اونو بگیر؟ نه نوش جونت، هاتداگو خودت بگیر که مشکل استانت حل بشه. به من یه عدسی بدین. بچه‌ها غذای اینجا خیلی داغونه. من اصلا نمیتونم اینجا غذا بخورم. حاجی یکم نمک بزنی تنگش چیز خوبی میشه. برو بابا. حداقل یکم بخور که از گشنگی نمیری. جواد اینو همیشه یادت باشه. من از تشنگی میمیرم ولی از آب جوب نمیخورم. بیا اینو بخور. بچه‌ها به لیست سرآشپز نوشیدنی هم اضافه شد. یکم از اون عدسی برای منم بریز. بچه‌ها راستی راجع به میکائیل تصمیم گرفتید که بهش اعتماد کنیم یا نه؟ به نظر که قابل اعتماد میاد. به من گفته یه نقشه خوب واسه فرار چیده. نه بابا، این میکائیل تو دبیرستان ما بود دیگه. به مولا پسیخور من بود. جدی؟ آره بابا، از این پخمه هاست. آخه به استایل این میخوره بتونه فرار کنه. خب تو نقشه بهتری داری یعنی آقا؟ مشتی من خودم خدای نقشه کشیدنم. فقط یکم به زمان نیاز دارم. همین الانش هم به لطف ایدای ریدمون توئه که اینجاییم. بشکنه این دست که نمک نداره. هی عوضیا، وقت غذاخوری تمامه. بچپی تیار. شانس ما رو ببین. الان که هوا 2 نفره است ما باید اینجا با 4 تا سیبیل گیر افتاده باشیم. نگران نباش، فقط 8 سال دیگه مونده که اونم 7 سال اولش سخته. بچه‌ها ولی واقعا حیف شد. این هوا الان یه شمال میطلبید. آخ حاجی گفتیم میرفتیم بغل ساحل دراز میکشیدیم یکم برنز میکردیم. مشتی تو یکم برنزتر از این بشی که ازت میشه به عنوان مدال تو المپیک استفاده کرد. نه که تو خودت الان سفید برفی. هی زغال کبابیا، کی به شما اجازه داد اینجا بشینین؟ کی میگه زغال کبابی؟ یعنی چی؟ مگه باید از کسی اجازه بگیریم؟ آره اینجا جای ماست، بعد ما اجازه بگیریم. نه خیرم، اینجا زمین خداست. رضا همه جا آبروی ما رو میبری. زمین خداست چیه؟ مگه دبستانه؟ تو هم مسک کونت میخوره پسر. با منی؟ جوابشو بده ببینم ادعات میشه. آین خدا. ترکوندی. الان بهتون میفهمونم با کی طرفین. یه لحظه وایسید ببینم. اگه راست میگی میایم بریم اون گوشه کارتون دارم. باشه بریم اون گوشه ببینم میخوای چه غلطی بکنی. یعنی سعید میخواد چیکار کنه؟ خب که رفیقای من نشستن سر جای شما. آره همینطوره. خب شما خیلی حق داری. اونا گوه خوردن که نشستن جای شما. من خودم به حسابشون میرسم. اوه داش سعید داره چه داد و بیدادی میکنه سرشون. آره داش سعید رو رفیقاش خیلی غیرتیه. باشه داداش حالا ولشون کن، اونا یه اشتباهی کردن. نه آخه این پدرسگا رو من میشناسم. اینا تا چک نخورن آدم نمیشن. حاجی ولکنشون هم نیست. آقا من بازم از شما عذرخواهی میکنم که جای شما نشستم. حل داداش، مراقب اعصابت هم باش. داش سعید چی بهشون گفتی؟ هیچی، یه سری درسای لازم رو بهشون دادم که دیگه با رفیقای من در نیفتن. پرچمت بالاست داش سعید. اون آینه خدای منم بعد جوری شاکیشون کرد. آره واقعا نابودشون کردی. ولی بچه‌ها اینطوری نمیشه. بخوایم همینطوری پیش بریم همه به اون زور میگن. بعد یه کار کنیم تو زندان همه ازمون بترسن. خب باید چیکار کنیم که ازمون بترسن؟ باید بریم با یکی دعوا کنیم تا بقیه حساب کار دستشون بیاد. آره اینجوری احترام به دست میاریم. رو لفظ بازی منم حساب کنیم. لفظ بازی آینه خدا رو میگی؟ نه زمین خداستو میگم. فکر کنم داش سعید گزینه خوبی باشه واسه این ماموریت. نه بچه‌ها من اونقدرام که فکر میکنید آدم دعوایی نیستم. به نظرم یکی دیگر رو انتخاب کن. شکست نفسی رو بذار کنار سعید. تو امروز خودتو به ما ثابت کردی. ای بابا عجب گویی خوردیم ما.
حاجی فقط من این چند وقت خیلی رو فرم نیستم. یه گزینه آسون انتخاب کنید که راحت کار در بیاد. اون چطوره؟ نه داداش این فقط هم وزن من میرینه. اون یکی یارو چطوره؟ داداش اون که هم وزن 4 تاییمون با هم میرینه. خب اون یارو لاغر مردنیه چطوره؟ آره به نظر گزینه خوبی میاد. خوراک خودمه. حل پس برو تو کارش، ما هم بقیه رو جمع میکنیم. داش سعید برو پرچممونو ببر بالا. نکبار جکبارشو یکی میکن. حلالت باشه. هی نفله، میدونی فرق تو با نوشابه چیه؟ چیه؟ نوشابه رو باید بپیچی گازشو بگیری، ولی تو باید گازشو بگیری بپیچی. مثل اینکه تنت میخوره. اوه ببینید داش سعید چه شری به پا کرده. مشت اول 1000. نه واقعا انگار از زندگیت سیر شدی. مشتی اعتماد به نفس تو رو اگه شاشتاش الان دلستر بود. ماشاءالله داش سعید، نکبار جکبارشو یکی کن. او چه جرأتی هم داره با کریم 30 سانتی در افتاده. به خاطر قدشه بهش میگن کریم 30 سانتی. آره نه خره، در گوشتو بیار بهت بگم. همش به خاطر چیزشو لعنتی به خاطر اونه؟ ای اون انصاف تو شکر. داش سعید فاصله اجتماعی تو حفظ کن. خب من اومدم، بیا جلو زیقی. خیلی خوب. این که انش در اومد. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم. سعید زنده ای؟ آخ حاجی چی شد؟ پرچممونو بردم بالا؟ آره داداش پرچممونو کردی تو کون خر در آوردی. بلند شو بابا. دیگه حتی نمیتونیم تو حیاط راه بریم. بدجوری آبرمون رفته. من که بعید میدونم حتی 1 سال دیگه بتونم اینجا دووم بیارم. احتمالاً هممون تا 1 ماه دیگه از بوی گوز رایدر مردیم. من که دیگه واقعا نمیدونم باید چی کار کنیم. سلاطین دیگه وقتشه که فرار کنیم. بالاخره نقشه فرارم کامل شد. چی؟ نقشه فرار؟ من که چشم آب نمیخوره، ولی تعریف کن ببینم نقشه چیه. این نقشه‌ای که کشیدم مولا چاکش نمیره. ما فردا ساعت 12 شب اینجا فرار میکنه. خب نابغه واسمون بیشتر توضیح بده. فردا بعد از ظهر که از حیاط داشتن برامون میگردوندن تو سلولامون، من بیرون یه جا تو راهرو قایم میشم و باهاتون تو سلول نمیام. کجا میخوای قایم شی که نگهبانا نبیننت؟ صبح که داشتم میبردنمون واسه نهار دیدم دریچه یه کولری رو باز کرده بودن که اندازه 1 نفر جا داشت. من میرم اونجا قایم میشم. خب بعدش میخوای چیکار کنی؟ بعدش من تا ساعت 12 منتظر میمونم تا نگهبانا خوابشون ببره. از کجا مطمئنی که 12 میخوابن؟ من نگهبانای اینجا رو زیر نظر داشتم. هر شب ساعت 12 که میرفتم توالت صدای خروپفشون رو میشنیدم. وقتی میان سرشماری کنن رو میخوای چیکار کنی؟ اونم خیلی نسخه. فقط سری میاد یه نگاه میندازه و میره که یه دودی بگیره. فقط کافیه جای منو با یه متکا پر کنه. این چرا انقدر زود خوابیده؟ حالش خوب نبود. امروز آشوادستی و با هم خورد، معده‌اش به هم ریخت. امیدوارم دیگه بیدار نشه. ایول حاجی تا اینجاش که خوشم اومد. بقیه‌اش چی؟ بعدش هم من میرم کلیدو از اتاق نگهبان ور میدارم و میام شما رو آزاد میکنم. از زندان باید چجوری بزنیم بیرون؟ باید خودمون رو یه جوری برسونیم به بالکن طبقه بالا. بعد از اونجا با طناب میتونیم از زندان فرار کنیم. متنفرم که اینو دارم میگم، ولی به نظر واقعا نقشه خوبی کشیدی. فقط بعد اونور یه ماشین جور کنیم که رسیدیم بیرون سریع از اینجا دور شیم. هماهنگی اونورش هم با من. با چند نفر هماهنگ میکنم که اون بیرون سوارمون کنن. آره بچه‌ها ما میتونیم انجامش بدیم. همونطور که گفته بودم خواستن توانستن است. پس بخواه تا بتونی. داش رضا شرمنده مساله رسید. خب حل پس فردا از اینجا میریم بیرون. خب دیگه فکر کنم خوابیدن. وقتشه. چی؟ پشمام. رایدر تو اینجا چه گوهی میخوری؟
شما هنوز چرا نخوابیدید مومنا؟ چی؟ لعنتی امشب که مختار نداشت. آره امشب تکرارشه. دهنت سرویس رایدر. ای ریدم توش. فردا همتون عواقب این کارتون رو پس میدین. هممون؟ ما دیگه چرا؟ رایدر همتون رو لو داد. رایدر مگه چقدر شکنجت دادن که همه رو لو دادی؟ خیالتون راحت، حتی دستشون هم بهم نخورد. خب پس چرا همه رو لو دادی؟ آخه من از دروغ بدم میاد. یزید تو. چی شد رایدر؟ مگه نگفتی نگهبانا ساعت 12 میخوابن؟ چرا حاجی؟ ولی شانس ما امشب داشتن مختار میدیدن. چی؟ دوشنبه ها که مختار نداره. آره بابا میدونم، امشب تکرارش بود. بدبخت شدیم. بچه‌ها فردا روز سختی در پیش داریم. این دیگه صدای چیه؟ چی شده؟ اون زندانیه که اسمش میکائیل دیشب فرار کرده. چی؟ میکائیل فرار کرده؟ وای رایدر نکوار تو. اگر به جای تو به حرف میکائیل اعتماد کرده بودیم الان بیرون بودیم. نه بابا این بچه خونگیاست. به مولا امروز دوباره میگیرنش. این تو مدرسه پسیخور ما بود دیگه. ببند دهنو. هی شما احمقا زود حاضر شید که قراره کلی بیل بزنید. عالی شد، همینو کم داشتیم. داش رضا اون بطری آبتو میدی؟ این بطری خالیه. اشکال نداره، منم میخوام پرش کنم. این کثافتو یه جا دیگه بشونید. پس از این به بعد باید اینجا کار کنیم. نگران نباشید، کار اینجا اینقدر هم سخت نیست. وای دیگه نمیتونم ادامه بدم. دلم واسه سلولمون تنگ شد. بچه‌ها من دیگه نمیتونم ادامه بدم، بدنم خالی کرده. من که 2 تا بیل دیگه بزنم بواسیرم زده بیرون. آره منم لاچاکم عرق کرده. ای کاش حداقل یه کار بر اساس توانایی و استعدادمون بهمون میدادن. مثلا تو چه استعدادی داری؟ من مدیریتم خیلی خوبه. مشتی ما تنها مدیریتی که تو دیدیم این بود که 7 تا فلافل توی نون جا می‌کردی. خودت چه توانایی داری گوزو؟ من کار با ابزارم خوبه. منظورت از ابزار همون صابونه دیگه. فعلا بیاید کار رو تموم کنیم. شب تو سلول راجع به استعدادامون حرف میزنیم. ای کاش اون روز به حرف بابام گوش میکردم. مگه چی میگفت اون بزرگوار؟ نمیدونم، هندزفری تو گوشم بود متوجه نشدم. چقدر حیف. اونجا رو داشته باش، یارو داره چه عشقی میکنه. بیکار وایساده تو سایه داره با زیدش صحبت میکنه. تازه لاچاکش هم عرق نکرده. اون وقت ما یه ماه زیدمون رو ندیدیم. باشه بابا، از سر راه نونم میگیرم. ای بابا یه زیدم نداریم. بچه ها اونجا رو ببینی، گوشی رو گذاشت زمین، الان بهترین فرصته که به زیدمون زنگ بزنیم. نه احمق، سعید مگه تو نگفتی چند تا آدم بیرون داری که میتونن کمکمون کنن؟ آره حاجی، اتفاقا اینجا راحت‌تر هم میتونن فراریمون بدن. پس منتظر چی هستیم؟ برو گوشیشو بردار، ما هم حواسشو پرت میکنیم. بچه ها این داره برمیگرده، یه جوری مشغولش کنید. بزرگوار چیه منان؟ یه مشکلی پیش اومده، میتونم وقتتون رو بگیرم؟ زود باش بگو، باید برم کار دارم. حقیقتش من یه مدت فکر میکنم که فکر میکنی چی؟ فکر میکنم که برو کنار، داری وقتمو میگیری. من حاملم. باشه پس منتظرتونم. گم شو بابا. این چه طرز برخورد با یه مادره؟ چی شد سعید؟ تونستی زنگ بزنی؟ آره حاجی، گفت تا 1 ساعت دیگه میان. من که باورم نمیشه، چجوری میخوام ما رو فراری بدن؟ نگران نباش، اینا کارشونو بلدن. چی شد سعید، چرا نیومدن؟ الان 1.5 ساعت گذشته. اصلا مطمئنی سر کاری نبوده؟ آره بابا، اینا واسه پول همه کار میکنن. شما اجازه ندارید اینجا باشین. اونهاش هم بچه ها اومدن. بچه ها تو پلیس ها حواسشون پرت شده باید اینجا بزنیم بیرون. سلاطین نظرتون راجع به اون CG ها چیه؟
لعنتی، از اینجا به بعدش رو چیکار کنیم؟ اونجا رو ببینین، چند تا نگهبان دارن میان سمتمون. چاره دیگه ای نداریم، دنبال من بیاید. بچه‌ها تبریک میگم، کارتون واقعا عالی بود. هیچ وقت تا این اندازه خوشحال نبودم. باورم نمیشه از اون جهنم فرار کردیم. حاجی من که فقط لحظه شماری میکنم برای قهوه خونه. بچه‌ها اتفاقا یه خبر خوبم من براتون دارم. خبر خوب؟ چه خبری؟ دیروز وکیلم زنگ زده بود، گفتش که نتونستن ثابت کنن جنسای انبار واسه منه. واسه همینم یه هفته دیگه آزاد میشدیم. چی؟ تو الان اینو باید به ما بگی؟ خب دنبال یه فرصت مناسب میگشتم. وای دوباره بدبخت شدیم. بابا چقدر بی‌ذوقید شما. بچه‌ها فعلا بشینید فرار کنیم. من خودم بعداً دهنه رایدر رو سرویس میکنم. رایدر نکواره تو. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تا انتها دیدید. اگر از این کلیپ خوشتون اومد اونو لایک کنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید. پیج اینستاگرام ما هم فالو داشته باشید که اونجا با هم بیشتر در ارتباطیم. تا کلیپ بعدی جک وارتون.